یکی از بزرگترین حادثه ها در تاریخ ملی ما، در تاریخ خودشناسی ما، همه آفریده شدنی شاه اثری استاد باباجان غفورов تاجیکان است. از بس که با تشبث رهبر دولت این کتاب چاپ شده به هر خاندان تقدیم شده است، من باور دارم همه شما آن را دارید. و از بس که این کتاب شناسنامه ملت ماست، اگر کسی از ما این را نداشته باشه، نخوانده باشه، نداند، یعنی شناسنامه ندارد. همون گونه که در جیب شما، در کیسه هر یک شما یک پاسپورت از شناسنامه که در اونجا نام، نسب، جای تولد، سال تولد، شخصیت شما، حتی حال شماره اندازپارنده شما در اونجا نوشته شده است، یعنی ماهیت و هویت شما اونجا ثبت است. همون ماهیت و هویت ملت تاجیک در کتاب تاجیکان ثبت است. از همین رو این شناسنامه است که کسی اگر او را ندارد همچه شخصی به شناسنامه، به هویت است. از این رو از همین نظر بار دیگر رازی رفته در خانه بینید که شما نسخه شخصی دارید، در مسجدتون، در مؤسستون، در خانهتون هست یا نه. و از این سر میکنم که چرا همین کتاب اینقدر ضرور بود، چون که ما در همین تمام تاریخ بعضی شکست‌های بزرگ، بعضی پیروزی‌های بزرگ داشتیم، ولی سالهای 20 یک روند سر شد که وقتی خواستن آسیای مرکزی را تقسیم کنند، کشورهای ملی سازند، یک روندهای پیدا شد که بودن تاجیک، مردم تهجویی بودن تاجیکان، اصل و نسب تاجیکان، نژاد تاجیکان، حتی زبان تاجیکان رو انکار کردن. زیرا قرار حکومت شوروی بود که همین آسیای مرکزی بین خلقهای تهجویی تقسیم شود، بین خلقهای اصیل و تهجویی. و گروه آمدن گفتن که تاجیکان مهاجرینن که از ایران آمدند، اینا مردم تهجویی نیستند. یا بعضی گفتن که اینا همین ترک‌هایند که زبان فارسی یاد گرفتن و زبان اینا از ایران آمده است، زبان محلی نیست. همین گونه انکار کرده. خلاصش این بود که تاجیکان را از حدود، از دولت محروم کنند. بنابراین یک سلسله روشنفکرای ما حرکت اثبات موجودیت ملت را آغاز کردند. این آغاز بحث از سال 1924. از جمله شما میدانید که یکی از شخصیت‌های مهم در تاریخ دولت سازی ما، استاد صدرالدین عینی، کتاب با نام نمونه ادبیات تاجیک نوشتند. نام کتاب نمونه ادبیات تاجیک. و این تصوری که در جامعه ما متاسفانه جای شده است، ما عینی را همچون یک ادیب، نویسنده، عالم تصور میکنیم، ولی عینی پیش از همه سیاستمدار بودن. عینی سیاستمداری بزرگ. همون 75 دره که از امیر خورده است برای ادبیات نخورده است، برای یگان شعر و اثر و کتابش نه، و برای فعالیت سیاسی در جبهه معین او 75 دوره را خورده است. یعنی عینی همچون سیاستمدار. بنابراین عینی احساس کرد اونجا با مصلحت رئیس همون وقتی دولت عبدالقادر محیدینوف که بعدی حرکت‌های گوناگونی سمت‌های دیگر اخیر به موقع ملی برگشته بود، عبدالقادر محیدینوف مصلحت کردن با استاد عینی که باید ما اثبات کنیم، هم در نزد خلقای محلی، هم در نزد مسکو، که تاجیک‌ها در اینجا همیشه بودند، از اول بودند. بنابراین در کتاب نمونه ادبیات تاجیک اگر شما دیده باشید، این کتاب یک خصوصیت دارد. یعنی استاد عینی مخصوصاً همون ادیبانی که از حدود آسیای مرکزی و خراسان، از حدود ماوراءالنهر و خراسان بیرونن، همونها جای ندادن. مثلا فردوسی،
حافظ، سعدی اینا را نآورن که با نگوین که اینا ایرانی بودن. بنابراین من از رودکی، کمال خجندی، سیدو، ابن سینا، همینایی که تا جامی تا خراسان، همین مورانه رو خراسان ادیباش جمع کردن و کتاب نمونه ادبیات تاجیک یک جواب شد به همه این حرکت ها. از این خاطر ولی جریان های گوناگون است که رو چند بار دوز دیدن، نماندن، چاپ کردن، ولی استاد برده در با کمک استاد لاهوتی در مسکو چاپ کردن، در اینجا چاپ نشد. در مسکو چاپ کردن. وقتی که چاپ شد همه دیدن که یعنی تاجیک هزاران سال پیش اینجا بوده است. 1100 سال پیش رودکی داشته است در امی سمرقند، در امی بخارا. 1100 سال پیش ابو شکوری بلخی داشته است، رابعه بلخی داشته است، چی ادیبا داشته است. بنابراین نمونه ادبیات تاجیک باعث شد که همون مسئله تهجایی بودن تاجیکان، ملت اصیل و ریشه‌دار همین منطقه بودن تاجیکان اثبات یابد و در تأسیس جمهوری تاجیکستان که نمیسا 100 سالگیش است این کتاب یک نقش مهم بازید. انا بینید از نظر علمی از ما میتونیم ایراد گیریم، میگیم که چرا در او فردوسی نیست، چرا سعدی نیست، چرا حافظ نیست، ولی او کتاب اساساً هدف سیاسی دارد، میخواد اثبات کند که ما همیجا بودیم. بنابراین نقش کتاب نمونه ادبیات تاجیک رسالت سیاسی او هست. همین گونه بحث‌های ادامه یافت، ولی باز در سالهای 30م 40م همین بحث اصالت و ریشه و گذشته تاجیکان رو بسیارا میخواستن به بحث گیرن. به این میدان استاد غفورов داخل شد، نسل دومی روشن فکرهای بزرگ ملی ما. استاد غفورov سال 1947 یک کتاب نوشتن با نام تاریخ مختصر خلق تاجیک و از هم عجیب این است که سرسخن همین کتاب استاد صدرالدین عینی نوشته است و استاد صدرالدین عینی نوشتن که این حادثه مهم است که درباره تاجیکان کتاب علمی به وجود آمد. یعنی نمونه ادبیات تاجیک یک کتاب تذکره شاعرها بود فقط با بعضی تحقیقات، ولی کتاب غفورov البته کتاب علمی و استاد همین چیز رو، همین روند رو دوام داده. این کتاب تاریخ مختصر خلق تاجیک 3 بار در روسیه چاپ شد. البته تصورات درباره تاریخ خلق تاجیک پیدا شده بود، ولی استاد غفورov این کار را دوام داده. سال 1972 انا اگر بینید از همون سال 36 مقاله اول استاد سر شده است. شما بینید که استاد تقریبا 35 سال تحقیقات کرده این کتاب کرده است. یعنی این کتاب یک روز یک شب نیست، چون اگر مثلا 2-3 مقاله استاد سال 38 39 انا سال 47 کتابی تاریخ مختصر، با سال 53 54 55 تاریخ 3 جلده تاریخ خلق تاجیک است به زبان روسی زیر نظر غفورov. یعنی آدم تمام عمری مسئله را آموخته است و بالاخره سال 1972 این کتاب شاه اثر را به زبان روسی در نشریات ناوکای مسکو چاپ کردن با نام تاجیکان و همین کتاب باعث شد که همون بحثی کلانی درباره تاجیکان خاتمه یابد، در محیط علمی نقطه گذاشته شود. اگر این بحث رو این گونه به طور مشخصتر خلاصه کنیم، من میگفتم که کتاب تاجیکان در تاریخ ملت تاجیک یک چند نقش بازید که همین رو شما در یاد گیرید که اگر میخوایم درباره تاجیکان گپ بزنیم پیش از همین مهم است. یکم یعنی ما میگیم 4 نقش تاجیکان در تاریخ خلق تاجیک. یکم این که با به میان آمدن کتاب تاجیکان ملت تاجیک در نهایت صاحبی یک اثر بنیادی درباره خود شد.
ما روایت داشتیم، افسانه داشتیم، اسطوره داشتیم، ادبیات بدیعی داشتیم، تاریخ‌های روایتی داشتیم، تاریخ‌های کلاسیکی داشتیم. مثلا تاریخ تبری بود، تاریخ نرشخی بود، تاریخ بیهقی بود، تاریخ خواندمیر بود، همه اینا بودن تا تاریخ گلشنی که در آخر. ولی کتاب بنیادی چی است؟ فوندامنتالی به اصطلاح علمی. کتاب فوندامنتالی به کتاب گفته میشه که متدولوژی دقیق علمی دارد، دستگاه علمی درست دارد، پژوهش علمی شده است، هر یک دلیل آن دقیق شده است. مثلا اگر شما کتاب تاریخ تبری گیرید، یک مادری کتابای تاریخی ما، اتفاقا مالی بسیار به آثار ادبی ما افتخار میکنیم، میگیم شاهنامه بزرگ است، مثنوی بزرگ است. در برابر این یکی از شاهکارهای ملت ما همین تاریخ تبری است. این تبری از تبرستان مازندران تاجیک است. یعنی بنابراین تمام تاریخ جهان اسلام در اساس تبری رفته شده است. ولی با وجود این تبری بینید جای میبید میگه روایت کنند که چنین بوده است، گویند که چنین است. ولی در تاجیکان گویند که روایت کنند که نیست. هر یک سطرش، هر یک سخنش در اساس پژوهش. میگه که من همینجا بازیافتا از فلان گورستان، از فلان قبر، از فلان معبد، از فلان جای اثبات میکنه که من مردم ما همینجا بوده است. یعنی این کتاب علمی پژوهشی است، این روایتی تاریخ تاجیکان نیست. انا برای میگم این کتاب فوندامنتالی، این کتاب بنیادی. و اگر قسمتی چرا ما یک تا آوردم، چون که همین قسمت آخرش بینید، فقط نامی سرچشمه ها که استاد استفاده برده است، نامی سرچشمه ها 150 صحیفش است. این 150 صحیفه فقط نامی کتابایی که در می استفاده شده است، از جمله 400 تاش با زبان‌های یونانی، لاتینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، چند صدش با عربی و فارسی. یعنی این از نظر فراگیری مواد و سرچشمه ها اینقدر بی‌نظیر است که ما میگیم که این کتاب به همه معنا علمی و بنیادی است. پس تاجیکان با نوشته شدن کتاب تاجیکان صاحبی خیلی یک منبع اساسی و استوار خودشناسی شدند. این بسیار مهم است، زیرا ملتی که پایه‌های هویتش علمی نیست، ضعیف است، ناشناخته است، روایتی و افسانوی و خیالی و اتیمولوژی و احتمالوژی است، او ملت بقای زیاد نداره. پس این یک نقشش. نقش دومی که کتاب تاجیکان در تاریخ ما اجرا کرد، چخیل در اول گفتم، تاجیکان را صاحب شناسنامه کرد. اون قسم اولی که گفتم برای خود ما مهم است، یعنی ما دیگر به افسانه تکیه نمیکنیم، به روایت تکیه نمیکنیم، بلکه ما به سندی علمی تاریخی درباره خود تکیه میکنیم. این یک. ولی صاحب شناسنامه کرد به این معنی که در جامعه علمی، در جامعه جهانی ما صاحب شناسنامه شدیم. کیست تاجیک؟ این تاجیک. در خارج میری، در کنفرانس علمی میری، در کنفرانس سیاسی میری، اینا ما صاحب شناسنامه هستیم که در اوج نام و نسب شجره ما دقیقاً ثابت شده است. یعنی ببینید همه علمای ما که یگانش اگر شجره داشته باشه که من سید زادم، بحث میکنم مهرش در کجاست، اصلش از کجاست، کجا تصدیق شده است، این جعلی است یا حقیقی است. انا برای ملت هم همین گونه این غفورов آمد شجرنامه ما رو درست کرد و داد و ما رو برای همیشه صاحب اصالت و شناسنامه نموده. این نقش دوم. ولی نقش سوم از همه مهم
که برای همین کار ما او را قهرمان میگوییم، افتخار میکنیم. این امروز 115 سالگیش از یاد بود میکنیم. همین است که استاد غفورов با نوشتن کتاب، با آفریدن این اثر، با همون بحث تاریخی درباره تاجیکان نقطه گذاشت. یعنی تاجیک قدیمی است یا نیست، غفورов نقطه گذاشت. تاجیک مردمی همین منطقه است یا نیست، غفورov نقطه گذاشت. تاجیک آریایی است یا نیست، نقطه گذاشت. زبانش از همینجا است یا نه، نقطه گذاشت. نژادش از همینجا است یا نه، نقطه گذاشت. صاحب این منطقه کیست، نقطه گذاشت. صاحب این تاریخ کیست، نقطه گذاشت. بنابراین بسیار سوالایی بود که بحث میکردن و او دوره شوروی خیلی بود که اگر در بحث علمی چیز ثابت شود پیامد سیاسی داشت. بنابراین استاد غفورov آمدن به همه این نقطه گذاشتن. از همین رو ما میگیم که بعدی غفورov دیگر یگان کسی از نظر علمی خود را احترام میکرده باشد، یگان نفر جدی در دایره علم تاجیکان را زیر سوال نبرده است. هیچ کس به این کتاب جواب گفته نمیتواند. زیرا من سببی را گویم که چرا به تاجیکان، به کتاب تاجیکان جواب گفته نمیتواند، چون که اینجا دو کار است. یکم این که غفورov هم صلاحیت بلندترین علمی داشتند. یعنی غفورov خیلی نه که یک سیاستمدار باشه و به علم مشغول شده. غفورov تمام عمر به علم مشغول بودن. تمام مقاله و کتابایی که تاجیکان نوشتن خودش گواه است که چگونه شخصیت علمیش زینه به زینه تو سطح اکادمیک آمده است. یعنی اکادمیک حقیقی، علامه حقیقی. دوم، غفورov باز شخصیت سیاسی قوی بودن. مثلا غفورov از سال 1946 تا سال 1956 10 سال راهبر دولت تاجیکستان بودن. 10 سال. و اتفاقا همین هم یک گپی جالب است که غفورov بعد یعنی کشتارای سال 37، بعد کشته شدن نصرت الله مخزوم، بعد کشته شدن شیرین شاه تیمور، اولین رئیس تاجیکی تاجیکستان است. یعنی ما یک مرحله داریم در تاریخ تاجیکستان که دیگر از تاجیکان راهبر نماندن. یعنی وقتی که عبدالقادر محیدینوف، وقتی که نصرت الله مخزوم، شیرین شاه تیمور کدامش راهبر میمونن، همشون اینا استقلال خواستن، دولت ملی خواستن، زبان ملی خواستن. او مسکو به خلاصه اومد که اینا همشون استقلال، همش کشته شد. با یک قراری، اینم یک امضای استالین، 114 نفر راهبریت تاجیکستان پوره پرانده شده است. این فهمی اتفاقا این ماهای آخر از ارخیو میره چاپ کردن. روز من در تلفنم رو گرفتم با امضای استالین. یعنی گفته است که همین روی خط زیرین پرانده شود امضا. 114 از تمام وزیرا، معاونای وزیرا، رئیسای ولایت‌ها، همین تا سردار ریاست، تمام همین راهبریت تاجیکستان روی خط کرده پروندن. گفته که اینا باز میگه خط ملی، زبان ملی، دولت ملی، این نسل نیست کردن در کار. بنابراین بعد کشته شدن شیرین شاه تیمور ما دیگر رئیس جمهوری تاجیک نداشتیم. این پراتاپوف بود و چی بودن، یعنی از ارمنستان بود، از یهودی بود، از تتر بود. رئیس جمهوری تاجیک استاد غفورov شد دوباره. یعنی بین شیرین شاه تیمور و غفورov ما یک مرحله 12 ساله داریم که 3 راهبر غیر تاجیک ایجا اداره کردگی است. انا برای همین غفورov سال 46 راهبر جمهوری تاجیکستان تا سال 56 یک شخصیت بزرگ سیاسی سطح شوروی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیستی، و سال 56 باز دیرکتری انستیتوت شرق شناسی SSSR شدن. آن شخصیت کلانی بود که با سخن او هجوم کردن آسان نبود.
و نکن غفورов چیکار کردن که این کتاب با 10 چند قوی شد. وقتی غفورов دیرکتور انستیتوت شرقشناسی شده در سال 56 در همین تاریخ ها نوشتن که غفورov وقتی شده اونجا حدوداً 80 کارمند بوده است. در دوره غفورov به 800 نفر رسید. یعنی یک انستیتوتی که 1000 نفر کارگر داشته باشد. یعنی انستیتوت شرقشناسی SSR با همون قدرت بزرگ 10 شعبه آسیا و آفریقا و هند شناسی، چین شناسی، لابراتوری و ارخئولوژی، قدرت پولی و مالی کلان. انا استاد غفورov بزرگی سیاسی شانه بینید، انمی قدرت کلان ایمپریا را گرفتن در خدمت همین موضوع با کار موندن. بنابراین مثلا 10 گروه علمای سویتی با نام شما تاریخ آسیای مرکزی را می‌آموزید گفته، اینا شما میری موزه لندن می‌آموزید، شما میری موزه پاریس می‌آموزید، شما میرید هندوستان، شما میری ایران می‌آموزید. کجای ده یک قبرستان است، یک قلعه است، یک کندنی ارخئولوژی است در دوردست. اینا اجینه تپا و کجا را ببینید چقدر سالها آموختن علما. در زیر نام تاریخ آسیای مرکزی رو می‌آموزیم و هزاران همین علما را 10 علما سفربر کن، توی را تحریر میکنی، توی را ساز میکنی و همین مثل ابر کامپیوتر همین حجمی بزرگترین معلومات در ذهنش کار کرده انا همین رو آفریده است. بنابراین یگان کس دیگر به این جواب گفته نمیتواند مگر که هم خیلی یک انستیتوتی بزرگی مثل همون انستیتوت شرقشناسی SSR باشه که هر یک بابینه از نو تحقیق کنه، یک اونجاش رد کنه. این در سطح یک ایمپریا نوشته شده است، این با قدرت یک ایمپریا نوشته شده است. از همین رو جواب میگردونن، یگان حرفش، یگان گپش، یگان جملهش، یگان فرگمنتش، یا که یگان تهمت میکنن، تحقیر میکنن، اما جواب بنیادی در سطح این کتاب کسی نمیتونه دیگر. بنابراین من میگم غفورov نقطه گذاشت. از همین رو این بزرگترین خدمتش این است که همین دایره های علمی، سیاسی، ملی که وقت می جوشیدن در همین بحثی که تاجیک کیست چیست هست نیست، همشون قناعت پیدا کردن که بله هر یک سطر کتاب اثبات میکند که تاجیک بود، هست، میموند. خب این درباره نقشه کتاب. و اگر کسی از شما واقعا خواهد که می کتاب تاجیکو را خواند، 2 کلید شما میدیم که همین کلید ها یاردم میکند. بینید، یکم در همین نظام علمی شوروی تاریخ را چون تقسیم میکردن. همه شما شنیدید میگفتن که اول جامعه ابتدایی بود، بعد جامعه غلامداری بود، بعد فئودالی بود، بعد کاپیتالیستی شد، بعد سوسیالیستی. 5 فرماسیای جمعیتی میگیم. کسی اینا مثل ما موش سفید شده که دوره سویتی مکتب میونه حتی خونده باشد، این میدوند که فرماسی جمعیتی چند است. بگیم که جمعیت ابتدایی، جمعیت غلامداری، جمعیت فئودالی، جمعیت کاپیتالیستی، جمعیت سوسیالیستی. انا استاد غفورov تاریخ ملت تاجیک در همین قالب میریزد. بنابراین همین 6 فصلی که کتاب تاجیکان دارد، 6 فصل از روی همین آسونک. مثلا فصل اول آسیای میانه در دوره تشکل و زمانی جمعیت ابتدایی، یعنی فصل اول تاجیکان در جمعیت ابتدایی. فصل دوم خلق تاجیک در دوره غلامداری، این دوره فرماسی تاریخی هم میگیرن. فصل دوم. فصل سوم خلق تاجیک در دوره آغاز مناسبت فئودالی، از بس که دوره فئودالی کلانتر است و تشکل خلق تاجیک همچون ملت اساسا در این دوره رست میاد. فصل 3 4 5 میاد اساسا به این دوره بخشیده میشه. یعنی فصل 3
خلق توجیک در آغاز دوره فیودالی، بعد فصل 4 در دوره تشکل رشد مناسبت های فیودالی، فصل 5 در آخری عصرهای میانه. پس فصل 3 و 4 و 5 اول، میانه و آخری دوره فیودالی. انا فصل 6 میاد خلق توجیک در دوره همراهشوی با روسیه و تشکل مناسبت های کپیتالیستی است، یعنی سرمایه داری. دوره سوسیالیسم ننوشتن چونکه کتاب توجیکان تو انقلاب اکتبر است. دوره شوروی را فرا نمیگیرد تو انقلاب اکتبر. مثل وگرنه میشد فصل 7 توجیکا در دوره سوسیالیسم مثلا. پس امین برای که خط منطقی امی کتاب گم نکنه میگیم باب اول در دوره ابتدایی، فصل اول که چند باب داره، فصل دوم در دوره غلامداری، فصل سوم و چهارم و پنجم در دوره فیودالی، ابتداش، میانش و آخرش، و فصل ششم دوره آغاز مناسبت های سرمایه‌داری و کپیتالیستی. این از روی همون متدولوژی تقسیم تاریخ در علم سویتی. و این یگان متدولوژی بد نیست، یکی از چیزهای خوب است که موجود اصلا راه‌های دیگری تقسیم تاریخ هم هست، ولی اینم یکی از راه‌هاست. خب اکنون باز یک کلید دیگر است که استاد باز یک متدولوژی دیگری که بیشتر خاص غفورов و عبدالغنی میرزایف اینا هستن. اینا چرا میگم عبدالغنی میرزایف؟ چون محرر یعنی اون کتاب تاریخ مختصر خلق توجیک عبدالغنی میرزایف است، یکی از علمای بزرگ ما. و یک متد داشتن استاد غفورov، یک متد داشتن که مثلا همین یک موضوع رو چخیل تحلیل میکند. اول تاریخ سیاسی، بعد تاریخ اجتماعی اقتصادی، بعد تاریخ مدنی فرهنگی. مثلا اگر گیم دولت سامانیان چه می‌آموزیم؟ مثلا اگر 30 صفحه باشه 10 صفحهش میگه تاریخ سیاسی دولت سامانیان، مناسبت‌های سیاسی و امیر و صلح و جنگ و چه شدنش. دوم تاریخ اقتصادی اجتماعی، حتما وضعیت اقتصادی اجتماعی، طبقه ها، کار، کسب، اهالی، سطح زندگی مردم میتید. قسم سوم تاریخ فرهنگی مدنی، در اون وقت مدنیت چگونه بود، این کاسبی چگونه بود، هنر چخیل بود، ادبیات چگونه بود. بنابراین اگر شما دقت کرده باشید در این کتاب توجیک قریب همه ادیبای توجیک آمده است. چونکه قسم سیومی همه فصل‌های باب‌های تحلیلی چی است؟ ادبیات و فرهنگ. پس تاریخ سیاسی یک، دوم تاریخ اقتصادی اجتماعی، سوم تاریخ مدنی و ادبی و فرهنگی. این متدولوژی که هر باب ساخته شده است. بنابراین شما می‌دونید که سیاسیش کجا است، اقتصادی اجتماعیش کجاست و فرهنگیش کجاست. یعنی که یک نظم معین دارد. اگر همین نظم در ذهنتون پیشکی داشته باشه، خواندن این کتاب خیلی آسان میشه. این دو تا گفتم. سوم چیزی که درباره می خواندن کتاب توجیکان منم چه یک سیاست شناس نگاه کنم اینجا، شاید بعضی علما راضی نشوند، این حق همه است نظر علمی داشته باشد، ولی من از خواندن خودم چنین خلاصه دارم که یعنی اصلا هم تاریخ هم خیلی است که غفورov هم عالم اکادمیکی بزرگ، هم سیاستمدار بزرگ. بنابراین در همین کتاب توجیکان در سطح عالی کتاب علمی است، ولی در این زمان این کار سیاسی است. کار سیاسی است. این فقط برای علم و دانستن تاریخ نیست، هدفی بزرگ سیاسی دارد. انا چخیل میگم مثلا همین باب، هر باب یک وظیفه دارد، باید به یکون سوالی اساسی سیاسی جواب میگوید. و اگر شما این فصل یک اگر گوییم، همین فصل یک میگه که خلق توجیک در دوره جمعیت ابتدایی تو غلامداری. ببینید اگر هم خیلی خونیم به یگان فکر سیاسی میگیم که تاریخ بسیار خوب گفته است، هر یک جزء تحلیل کرده است، باششگاه‌های ابتدایی، قبرستان‌ها، گورستان‌ها، قلعه‌ها، غارها رو تحقیق کرده است، هر یک استخوان و سفال و سنگ و عصر برنجی و عصر
سفال عصری سنگ و عصری آهن تحقیق کرده است، نژادها را تحقیق کرده است. چی میخواهد؟ این مهم. یعنی در ضمن اینکه تاریخ خوب تحلیل کرده است، نشان داده است، باز یک هدف سیاسی است. میگه که هر یک استخوان، هر یک سنگ، هر یک نیزه، هر یک نمیدونم هاون، هر یک غار باید بگه که تاجیک از اول همیشه بود. این هدف سیاسی. یعنی به کسایی که یکی شما نو اومده، میگه من 1 میلیون سال پیش در خاولینگ باششگاه ابتدایی انسان ها، اینا سفالش، اینا سنگش، اینا ریشتریسیش، اینا مثلا جای خوابش، اینا در واروخ، در اون غاری که تنگه واروخ است، از 1,300,000 سال پیش استاده است آثار انسان های ابتدایی. اینا در کافر قلعه، در این پایه قلعه ایسار، در اجینه تپه، اینا رو برای چی میبرارد این قدر قبرستان های و گوره های و غار های؟ یعنی میخواد بگه که تاجیک در اینجا بود، ملت اصیل و تهجایی همین منطقه است و هیچ علامتی نیست که از اونجا آمده باشد. انا برای همین در عین اینکه تاریخ تحلیل کرده استاده است گویا، ما ببینیم که کتاب قوی علمی یکی در ضمن آن گفته استاده است که این ملت تهجایی و اصیل و صاحب این منطقه است. انا برای همین میگم که در ضمن کاری بزرگ علمی چی است؟ هدف بزرگ سیاسی است، هدف بزرگی میگه ملی هست، هدف بزرگی ایدئوی است. خب همین گونه یا همین فصل اول یک نازکی دیگه داره. بینید همین قدر میگه که کدام نژاد از کجا پیدا شده است، هندو اروپایی ها چه بدن، سلاویان ها چه شدن، سکای ها چه شدن، کدام نژاد کوچید، کدام منطقه رفت و آورده میگه که همه این اثبات میگه که تاجیک آریایی است. این نژادش، این اجدادش، این خونش، این فرهنگش. بینید در یعنی که هر فصل در ضمن اون که ما میگیم مواد امپیریکی یعنی مواد فاکتولوژی قوی دارد، باز یک مسئله رو حل میکند. مثلا درباره زبان ها ببینید، درباره ملت ها، دولت های تو اسلامی چقدر بحث میکرد. در بابی 3 در بابی 2 مثلا میگه که این سوخت چه بوده است، تخارستان چه بوده است، بختر چه بوده است، بدخشان چه بوده است، شومان اینمی حصار دوشنبه شومان چه بوده است، اهارون چه بوده است، همه می رو آورده میگه که انا در کنسالیداسیون امیو ملت تاجیک شکل گرفت. یعنی این ملت از آسمان نآمده است، میگه من اجدادش، اینا ریشش. پس ما میگیم که در ضمن این که تکرارم گه منظورم که همچون معلم گفتن که اسرار کتاب در چی است، اسرارش. خب و اگر هر فصلش یکون وقت شد، من میگم که هر فصلش چه هدفهای ملی دارد وقت نمیشد. و 8 سپتامبر سال 1997 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استاد باباجان غفوروف عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. خب قهرمان تاجیکستان یعنی چی؟ این مفهوم ده کمتر گفتم. ما 2 نوع قهرمان داریم، قهرمان خلق تاجیک و قهرمان تاجیکستان. قهرمان خلق تاجیک نسبت کسانی گفته میشه که در تاریخ مبارزه های ملت ما یکان نقش دارد، سهم دارد، جسارت ظاهر کرده است، قهرمانی کرده است. مثلا میگیم قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، کتاب استاد عینی است مایدک، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، قهرمان خلق تاجیک مقنع، شیرک و قهرمان از من نزدیک واسع. قهرمان خلق تاجیک واسع یعنی واسع یک تاجیکی که از امی بلجوان از خاولینگ
از دره مختار که از در نویه خوالین داخل میشه و وقت بیکیگری بلجوان از اموجه برخواست است بزید اشغالی ای سرزمین از سوی حکومت منغیتی ها و شورش کرده است، قهرمانی شده است، کشته شده است. حتی متاسفانه معلوم نیست که قبر واسه در کجاست. شما میدونستید که من نیست، معلوم نیست کجا است قبرش. یعنی وقتی مردش میتیند از بخارا، از شهر سبز، وقتی آوردن کجای گور کردن دیگه تا خوالینگ نرسیده است. در این گرمی و در شرایط بعضی میگن که در امی ادیروی حصار در بابوتاخ کجای گور کردن. یعنی قبری واسه مشخص نیست. این قهرمانی خلق تاجیک نامش یا که تیمور ملیک، ولی قهرمانی تاجیکستان این عنوان رسمی دولتی است. قهرمان خلق تاجیک رو تاریخ اعتراف کرده است، خلق اعتراف کرده است. اما قهرمان تاجیکستان رو ملت و دولت همچون سپاس برای خدمت ها میدهد و قهرمان تاجیکستان به کسایی داده میشد که برای نمی دولت تاجیکستان، برای بقا، برای تأسیس، بقا، حفظ و نجات جمهوری تاجیکستان خدمت کرده باشند. اینو میگیم قهرمان تاجیکستان. اون چیزی که من گفتنی بودم این است که این قهرمان ها از حالت یک شخص بالاتر برآمده یک حالتی دخل ناپذیر را میگیرند در ذهن جامعه و اگر نمیگیرن ما و شما باید همین خیلی بکنیم. زیرا ما برای چی اینا رو قهرمان میگیم؟ چون که اینا دو نقش دارن. اول اینکه خدمت کردن برای بقای این ملت، اینا خدمت غفور و یک گوشش گفتیم. حالا اگر هم خیلی شود درباره استاد عینی یک جلسه کنیم، درباره ترسون زاده یک جلسه کنیم. این باید ذهنی همه ما بسیار روشن باشد که چی است. بنابراین غفور فکرمتر گفتیم انا چرا این قهرمانا مهمه؟ اولش که خدمتی که اونا در تاریخ خلق کردن، اینی که ما اینجا آرام نشستیم، روشن، با ثبات، امنیت، صاحب دولت، این خدمت همی عینی و غفور و شیرین شاش و تیمور و نصرت الله مقسوم و ترسون زاده و نجات دوباره این دولت، این صلح و وحدت خدمت محترم امام علی رحمان. این قهرمانا رولشون نکردن، ولی انکن در تاریخ، در علم سیاست همین خیلی است که این قهرمانا رو ما در دولت سازی، در ملت سازی، در تربیه نسل نورس استفاده میکنیم. اینا همچون مواد تربیوی، مواد ملت سازی، اینا همچون رمز ملت. انا از همین خاطر اینا رو باید تازه نگاه داریم، سیماشونه. بینه در همین اسلام یک مکانیزم است. همین چند حدیث است که با روایت ها هست، با حکم ها هست، با فتوا هست که همین صحابه ها را شما تحقیر نکنید. صحابه را سب صحابه نمیگن، سب صحابه خودش یک گناه نمیشد. این یک مکانیزم حفظی اونها است. درست است که صحابه ها از نظر مقام آدمای بزرگن، این یک طرفی مسئله، ولی اون حکم درباره سب صحابه ای برای این است که هر نوع خلف اونا را دندان نزند، چون که اونا برای تربیه ما مهمند. ما در مثال کارنمایی هر یکی اونا خودمون میسازیم، پاک میکنیم، ایمانمون قوی میکنیم. مثلا اگر ما بگیم که ابوبکر چه بوده است، عمر چه بوده است، اینا نمونه اینش برای عدالت نمونه ما میشه، اینش برای جسارت نمونه ما میشه، اینش برای تقوا نمونه ما میشه. ولی اونا هم آدمن، ممکن در حیاتی کدامش چی کم بوده باشه، ولی اونا رو باید اطرافش تازه نگاه داشت در فضای جمعیتی تا که اون نقش تربیویش اجرا کند. انا قهرمانان نمیخیدن. بنابراین عینی، غفورов، انا نصرت الله مقسوم، شیرین شاه شاه تیمور، ترسون زاده، اینو از سطح یک آدم در ذهن ملت ما باید بالاتر استفاده. ما نمیگیم اینو مقدسن یا مقدس شرعی اعتقادی، اینا سیمبل ها، رمز های ملت ما، اینا رمز ها، اینا پدرانی همی ملتن. بنابراین در وقت صحبت در نسبت اینا
باید بعضی چیزایی که از کجای میشنویم اینا به زبان آورده شخصیت اونو را خللدار کردن، این جنایت ملی هست. مثلا همی اخیراً یک برای چی رو میگم بحث برآمده است که همین پدر غفورов کی بود؟ دقیقاً ضربه دشمنانه نه تنها به غفورov، به تمامی یعنی هستی ملت ما. مثل این است که مثلا همون دشمنای اسلام ها میگن که این پدر عمر کی بود، مثلا این بحث که شخصیت خودش زیر بحث پناه شود، خدمت و بزرگیش زیر بحث مانه. شما بحث کنید که پدر او چی بود، حتی درباره پیامبر بحث میکنید که پدرش مسلمان بود یا نه. هم خیلی هست؟ این بحثی کسایی است که میخواد چهره او پیامبر رو باز مثلا درباره خدا، ولی در همین فیسبوک هر روز یک بحث است که میگه که الله نام یکی از بتای مکه بوده است، اول بوده است. یعنی چرا خیلی بحثا میشه؟ وقتی میخوای مفهوم به ارزش کنی، میخوای مقدساتش قداستش خللدار کنی، یگان چیز به او آلایش میتی. بنابراین این بحثای سوزنده. یا مثال دیگه میگم که یک روز دختری ما از مکتب آمد استاد، میگه که معلمه در صنف 7 کو معلمه آمده است، گفته است که استاد اینی همی خسیس، همی قدر آدمی خسیس بدن که تصور کنید که در صنف در مکتب با کودک تاجیک معلمه آمده است همین نقل کرده است، حال که وظیفه او خدمت عینی را فهماندن است، نقش عینی در تأسیس دولت ملت فهماندن است. ما دیرکتر زنگ زد گفتم که می پگا عریضه شگیر جواب تیم معلمه، او حقوق معنوی در مکتب تاجیکستان کار کردن ندارد. او همی درک نکرد که عینی کسی که این ملت را ساخت اگر یگان کمبود هم داشته باشه او در پیش خدمتاش هیچ است. گفتم در نزد وزیر، در نزد قانون، در نزد سود هم باشه من جواب میتیم که همین من از مکتب جواب میتیم، چون که نخود در کودک بیاید گفت که عینی همه خبده است. حال که معلومات افسانه از روایت از ما چی میدونیم، لیکن شخصیت اینو را دیگه این خیل کردن ممکن نیست. اینا رمزهای این ملت، ستونهای این ملت، اینا کسایی که ملت ساختن. حتی همین استاد غفورov یک قصه بسیار جالب است که وقتی غفورov تاجیکان می نویسند، بسیار آدمی بزرگ شناخته هم ملی هم فرهنگی، در خانه جلال اکرامی یک بزم می شود که هم ترسون زاده شرکت داشته، هم غفورov، هم استاد جلال اکرامی، هم براگینسکی. بعد که همه تبریک میکن، بعد استاد اکرامی میگن که استاد غفورov شما این قصال را برای دولت بدید، شما کتابی تاجیکان نوشتید، ما را صاحب شناسنامه کردید، من میخوام در این بزم شما را پدری ملت اعلان کنم. آخه بعد غفورov قد گفته بیست، یک لحظه بیست، پدری ملت من نیست استاد، پدری ملت استاد عینی، او ساختی ملت، او احیا کرد که ما و شما گپ زدیم به تاجیکی، ما و شما تاجیک میگیم او پدر دارد ملت، من فرزند خردترین این ملت کی خدمت میکنم. یعنی غفورov حتی اجازه دادن که خودش پدر ملت گفت عینی هست. بنابراین یک آدمی ناخوانده بیاد که عینی چنین بوده است، مثلا 2 تینه اکنام کرده بوده است، همین را سبب کنه که شخصیت بزرگ ملی او را داغدار کنه در ذهن جوان، در تیک تاک، در فیسبوک، نمیدونم در کجا. این همین خودش جنایت ملی است. بنابراین من میخواستم میگم که ما نمیگیم اونا مقدسن، بلکه اونا مثل پدرها. اینا بینید یک مثال عادی که اگر همین پدر شما ناس کشد فرزند، شما هم فرزند شاید راضی نباشه، شما اینا در حکومت کار میکنه، امام میگه که همین خوب نه موسفید ناس میکشه، کنت خجالت ما. با وجود این همون مقام پدر اجازه نمیده شما برای در یگان جگوی همین پدر ما ناس کش است فلان فلان.
شما میگه که هر چی است او پدر است. یعنی بین مقدسات، بین ارزش‌ها و بین بعضی الیمنت‌ها انمی تناسب داشتن بسیار مهم است، زیرا اگر این در گشاییم هر یکی ما یک کمبود داریم. انا بشرون مثل که گفته بودم پیامبر. یعنی این شخصیت ها باید هر چی در ذهن ما خیلی گرامی شود، چون دیگه او به ما خلل نداره. فقط همین خدمتش مهم است، همین کارنامه‌اش مهم است. این رقیبی کسی نیست. و یک وصیت آخرینی غفورов هم در فیسبوک ماندم، دیدید شما؟ اگر ندیده باشه برای علما با همین تمام کنیم. وصیت غفورов چه خیلی بود؟ ببینید سال 1977 استاد غفورov بیمار شدن. ببینید خیلی جوان، همون سال 77 یکی از سالهای فاجعه‌ای ملت است که هم ترسونزاده مردن هم غفورov. و استاد غفورov بیماری از گرده تبابت نشونده شدن و هم تشخیصایی که دکترها میکنن، کجای تشخیص میکنن که یگان حدوداً 2 ماه دیگه عمر دارد. همین را خودش میفهمد. وقتی میفهمد اکو بینید او عضو کمیته مرکزی حزب کمونیستی، او راهبر سابق دولت، او دیرکتور انستیتوت شرقشناسی SSR، همین خسته آمده نمیتوند، اما میخواهد که گریزد رود در تاجیکستان مرد. یعنی 21 سال آخری عمرش غفورov در مسکو زندگی میکرد، ایجاد نبود. سال 56 این به بهانه دیرکتور انستیتوت شرقشناسی این کس بردن از تاجیکستان. بعد استاد غفورov میگن چخیل تاجیکستان روم. یک کنفرانس غیر نوبتی تأسیس میکنن، رشد علمی شرقشناسی در تاجیکستان شوروی. با کرمل میگن دیرکتور انستیتوت باید اونجا اشتراک کند، دستاوردهای علمی سوویتی اونجا ما قید کنیم. به این بهانه میگریزه میاد تاجیکستان. میاد همین پروفسور عثمان جان غفورov بدن همین ماهی گذشته از دنیا گذشتن، در خوجند شاگردش این نقل میکند. و یک دوستشون که رئیس کلخوزی خستیورز بوده است به نام احمد جان. اما احمد جان میگه که استاد غفورov میان میگن که احمد جان این دفعه من مردنی آمدم. خیلی میگم من مردنی آمدم، من میدونم که مسئله حال 2 وصیت دارم. التماس تو دوستی من بودی تمام عمر، همین 2 وصیت مرا اجرا میکنی. یکم همون گونه که مادرمون رو گور و چوب کردیم، مرا هم خیلی تاجیکی جنازه و گور و چوب میکنید. یعنی مادر سال 1956 مرده است، شاعره مشهور راضیه آزاد. استاد غفورov با تمام همین قاعده‌های مسلمانی تاجیکی گور کردن. دوم وصیتش میگه که کار کن، تمامی کوشش دانه کنید که قبر من باید در تاجیکستان باشد. چرا این خیلی میگه؟ چون که او شخصیت بزرگ شوروی، عضو کمیته مرکزی، راهبر جمهوری بود. او را مثلا وقتی میمرد از روی همون سطح بلندش، این آزی است که بعضی بزرگای در قبرستان لوچوب میبرن، او را در دیوار کرمل گور میکردن، در پایه دیوار کرمل گور میکردن. می‌نوشتن که گسودارسنی دیتل باباجان غفورov یک سنگ مرمر میده در دیوار کرمل. انا غفورov میگه نه من نمیخوام، من میخوام که خاک من در تاجیکستان باشد. بعد احمد جان میگه که خیلی خواهش یکم من میتونم، نه که خواهش دوم این اختیاری ما بالاتر، اینه باید رئیس جمهور جبار رسولوف حل کنن. انا غفورov میدارم پیش رسولوف میگه که برادر عزیز آخرین وصیت من همین که قبر من باید در تاجیکستان باشد. حتی از روی تجربهش گفته است که یک کار کرده میشد، همون روزی که من مردم تو تلفن‌های مسکو را نبردار، من بگن که با گور و چوب تیز مرا گور کنید، نباشه میگن که گیر بیارش. انا خیل گریخته اومده برای که قبرش در تاجیکستان شود، انا خیل کار کرده است. پس چی میگه؟ چگونه پیوستی احساسی با وطن، با ملت، با خاک داشته است. گفته است که من عمر تاجیکان گفتم باید خاک من در آغوش تاجیکان باشد. این وصیت آخرین غفورov. بنابراین وقتی درباره یا گپ میزنیم، این جاهای پر افتخارش باید گوییم تا مردم
در اطراف اندیشه های او جمع شوند و ملت ساخته شود، ملت متحد باشد. بنابراین وقتی که پیامبر مرده بودن بحث شد که محمد مرد چیکار کنیم. حضرت ابوبکر چی گفته بودن؟ گفتن که محمد رفت ولی این کتابش راهش هست. بنابراین واسه شخص غفورف علاقه شخص نیست و این غفورف این کتاب است، این اندیشه است، این ملت سازی است، این ایده است، این شناسنامه ملت است. بنابراین من میگم که او علاقه حالت دخل ناپذیر داره. از این نظر احترامی او احترام ملت است، تحقیر او تحقیر ملت است. انا همین نظر برای ما بسیار مهم است که در ذهن همه ما باشد. تشکر، سلامت باشید.